Assalamualaikum baba. Waalaikum. Biliyor musun? Tak picture baba. Tak küçük çıkarıyor. Barıştı mı bir şey bari ben. Ne? Hiç şey bir de barıştı mı bari ben. Baba ya dayı da ne dedi? Daima çıkarıyor bu. Bunu harfiyen baba. Asıl bir magadan ben diyorum ki ne? Nasıl laf ediyor onu? O tene ve kanı çözüm son bir kere. Nego? Kal. Numero rubon. Come after wishing che colmo gar bom ordo afuniki. Befahmidi? After خالی بولی بود نیه که دانه بر یک دم ابر و یک دم after میشه. Kiora hem dan kafte mişem migo mişin anır. Befahmidi çıkıyorum. Ne yiyor? من خونو به خودم بابا میام. Tamam kampa. بابا من میگه بری بوم نهی. چری نهی و من خونو میخورم. میام با بالا. و after که من گرم شم بابا. خونو که دلیل ما. خوش بود. Çıkarım çıkarım. خوب تو به من میگی بری بوم نه که تو اینجا گو دیگر بیکت داری. بابا Kutular mısın gribim na ya?
بابا ها این جیگا با اشاره بدی داره خیریت باشه. چی اشاره بدی دارم؟ خیلی کی بابا دیکت پیکت بکنه من کفترم فکر سر میکنیم با میکردم. بچه و سر ما شیره با مالیم بابا. من کفترم هم سر میکردم. با همی همسایه به کجا مرغ مرده نداره این کفتر داره. یا تو سه چند تا کفتر داره ریبون؟ کپ مفیزی من کفتر سر میکردم. کف بزنید کفتر کوی بود یا کفتر سره ای بابا. مثل که لد می. سه بابا آه. باشه که ما به مادر خوب بگون که شما خودی کسرا مردم دیکت پیکت میکنی. کجیره تو چی میگی؟ تو من بس میکنی؟ بابا گردن من اگه خبر نشم میایم همین جگاه کشت خونی برام میندازم شما اشته اما دیکت پیکت. کفترم سر میکنم. این تا بکنی بابا این تا یعنی چیه بابا؟ یعنی میگم کفتر سور خرم دی. یعنی بابا 420 بیدی. چی 420؟ 400 ما این سر بشی با خود. بیا سیک خود تو بگم بابا یا بیا سیک کنم. نه سیه بابا نمایه لکی نشیم هیچ غمیده با گپ میزنم باشه که بیارم به جنجال گندرم من تا مادر خراست خونم. بیا سیک کن کفتر هست یا نه؟ خجالت کشیم بابا شما سندی تیر شده. کجی؟ بله یعنی اگه با مادر خوب بگوشی اگه من کلی تو نکنم مفهمه چی نیو اگه همی همسایه بیا ما در سرا جنجال همیدی با پاک با وقت هم بگیدم. این چی نگی دیگه؟ تو سیکو تو به من پیار نمیگه نه یا بالی با تو بری خودی مردم دیکت بیکت کنی همی همسایه ببینم چی میگن. بگم ماما نورو دادم ریش سفید خواهدم سر سفید خود خجالت کشه پای به رب کن رسیده این کار خود میکنه. با بیلا این کجیرم بفهمیدی اگه با مادر خوب بگه که مگر انسان که شد تا صبح به مسجد خواه باش میبر زیارت ها با بیلا اشته فهمید که بیام پشت با مادر رد مرگیری با بیلا میشه خودش کردم دنیا با این رسیده خجالت نمیکشه آدم پیرمرده. این میگی توی کارا ما چه کار از ما شگیله پس که توی کارا کنی دادا یک کار ندیدم چی کار؟ اگه به شما بگن سر شما شاخ بدر میکنه. اشته کار دیدی؟ تو سعی کن لالا وقت موبایل مون سعی کن تانکر ایو داره نه داره. یک دم ماما نوروزه با موبایل بوم دیدم بفهمیدیم هی همی تو اشاره بزی وش ایتی ده اشاره بزی میکنه اشتوشت میکنه دیدم با تاس را گله کنه نگاه میکنه اشتوش اشاره بزی میکنه مادر گله کنه باید که صاحب نقشی پیمده بیچاره نقشی میکنه این اکسر رو جه میکنه اشاره بزی میکنه تو میکنه بیشی به دستی خب آنه کسی نیه کازمی آدم شرایط گنده بیلا پا تو بلب پر رسیده تو این رو صبح تو میری بخیر چه میکنه لالا نمازونی؟ من نمیفهم بعضی از این آدم ها سفید خونه خورداره زندگی خورداره نواسه خورداره بچه خورداره بازم نمیفهم که ایتی چیش چارو که بیچاره آیا تو آدم که ایت بشی که آدم ریز سفیدی از ما جوان از این جوان از 10 تا 100 تا جوان دیگه چی گیله لالا ما از تو آدم چی پم یاد گیریم انت که اونا رو بدین لالا طاقت به نماد خجالت کشیدم پین شدم آخه یعنی ما از این تو آدم ها چی یاد گیریم ها؟ من خجالت چی کشیدم. از این تو آدم چی یاد گیره؟ همه کجیر بچه از این هم بچه مامان نبود چی یاد گیره از این؟ پیاره که میته باشه بچه همه میته بهت میاره من خجالت کشیدم لالا اگه خدای رسی اگه اینا خبر نشمی گله که خبر نشم هر دو تامسه به خون میفته اصلا همین مامان نوروز خود از این آدم غلطیه خاله لالا آدم غلطی از این آدم غلطتر سفیده. به دنیا نیه بفهمیدی؟ به کسی نگو به هیچ کسی چی نگو اختیار نه خود لالا من چی کار دارم؟ هر گپ بدار هر کس هر کشتی بکنه خودی درل تو میکنه خیلی کار بفهمیدی؟ کردی لالا دلجم ما به کار مردم کار ندارن خدای پاک اگر این انسان های هدایت قابل هدایت کنه اگر قابل هدایت نیست از این محله خودی اورور اندازه ما به بچه های به زن کار نداریم تو با خدای تو به شرایط گنده شده ما نورود سیکی تا کارار سیکو آدم روی سفید کلونه من میگم من 4 تا که از این خونه و فامیل از این زندگی از این باشه اونا از این چی یاد گیرم اونا از این چی یاد گیرم ما و شما که حق همسایه ما و شما هم کجا خوب لالا هستیم بگیردک بکن
نه چی کردی؟ خونی می بپا کنی و تازی معلومی دیونه ساده که برای فرود نمیفهمه روش کنی که نگی نه خدای ورستینی همین چی بگیم لالا یلا دی یلا قرآن داره یلا کار کس گور و اعمال داره حساب و کتاب داره کار به کار مردم نگیری شرایطی نیه کار به کار مردم کار گیری نه دیگه چی خود آدم به تومت نواب نفته که الله گیلا گشتنی یعنی جنجره با سیلیت شکر یا تو کار دارم یک دقیقه گیلا گرستی تو یک کار بابا من میره که چای میارم به و تو یک کار داشتم بیا با برای فایده جمعه تعالی با من میره فایده تو نه چی با فایده منه من گفتم باشه که تو ببینم این گپ رو تو بگم گیلک یک گپ رو تو میگم به شرطی که از زبونی ما به هیچ کی نگی که گپ عباس صبر کن. گفته خوشره بفهمیدی چی بگم به شرطی که به هیچ کی نگی که گپ ما عباس گفته چی گیلک امروز صبح ما با ولی بوم بالا شدم گفتم باش سعی کنم با ولی بوم خود خو تا کارم او داره یا نه یک دمی دیدم که صدا اشت ایته صدای هم تا که یک دمی که نگاه کردم بامباله بوم سرا کجیر اینا پیار کجیر استاد ماما نوروز به طرف سرا شما به تا سرا شما دو چشمم تا سرا شما بیدک گوشی هم به دستی و مادر تا به تا سرا بود ماما نوروز ایت میکرد گوشی به دستی بود اشت میکرد یک کارا عجیب غریبی میکرد گیلک مادر تو به تحصیل بیده مادر تو به تحصیل بیده مامان نوروز ویش میکرده ای سرغی الاف کنم ما فایده تو میگم ما میگم به طرف باید تو اشتوش میکرد و شربزی میکرد ما مادر تو مرد بولا مرد مامان نوروز بیا اینجا هشاره بازی کنه بیاب نکن مادر خودتونه به تحصیل مامان نوروز کلگن با مادر طرف مادر توش شربزی و کارا میکرد مادر به سی خوش نخورده که بیا اینجا خود مامان نوروز گپ زنه با مادر توشی نبود مامان نوروز طرف اشاره به که باش مادر تو نگاه کنه آها از او بابت میگی ما برو خانم ازم بگفتم برو ازم اوش کنی که نگی گلای گفتم باشه این گپ با تو بگم برو با مامان نوروز بگو مامان نوروز بگو پا خور جمع کنی که خدای رسی بگو برو ما خبر شي بگو رضا شما خرمن میکنه خب بفهمیدی نه گیلک به دست نرو برو به پیش دوماد می گپار بگو با خصوص بگو که پا خور جمع کنه که به پیش دوماد خو کمی ابری هم بله آفرین آخه کلک مادر تو نه توشته میگه که مامانو طرف مادر تو اشاره بازی کنه وشتوشت کنه گوشی هم به دستیو بالا پشت بوم پشت بوم خوب شد که ما بدیدم گیلک بهش که نه که عباس به تو گفته بفهمیدی من گپ با پای خوبی تو گفتم چیه برو شروع میبرم سرزمین فعلا دار دیونه به تا خوا خو میخورین شوروا نه شامت برات من میاد چی میایه کاساونون به دست شامده آها کاسام دیگه بفهمیدی گیلک کاسامه همین گپار که تو بگفتم برو پیش دومادی بگو که پیش دوماد کن خورم بخوره عباس بس که شما بیایه یک چکی از این شوروا کاسه ریزه میکنم بده میت استاد کا گیلک جو تو میگی باشه که شما بیا کم نمیده که این شوروا بخورم ما خود نورد مفخوری میگردیم تو می شوروا بخوریم برو شما سرقی آره میام دلار تو خب وقت زبیه اشتنی گیلا سن جنجال خیلی یک پری نون بده گوشنه نمایه این از فعلایه خب فعلای خو سرقی کلکته خب بعد یک پری نون با عباس بگفتم که برو کجیر بست چی شامت بستو اینا کمه برو نمیدم یک پری گوشنه تا به سر برم تو یعنی تا سر به سر میری بگیرانی کمی بشکی بخور سرگی همه بندختی گناه داره برو جون گوشنه خدا تا برو بدی نونر بدی برو نزیاته عباس بارا کلا گنده تو عباس چه نونر بدی فیا این پیره بسیور بدی برو
عباس برو دیگه عباس برو گوشنه گوشنه او گوشنه هم دیگه گوشنه نیو تو سرگی همیشه گوشنه هرچی به همین رحم بزن تو بخوری سیر نمیشی برو میمانه فعلاشم اصاب تال یک سره دیگه چای میشم هم سیرم از چای سیرم خب بگاه که بستانه بزور چی میتونه خود کلگل میخواه بستانه های وح شال شدم به خود لگرد کجا بودی گله؟ شلن جانجره خوب خیریت بخیری خیریت جانجره چجوره چی گفت؟ تیارستینی لیلا یار هستی خیریت جانجره تیارستینی لیلا شکر کجا بودی؟ میگم من بی آمدم که به شما بگم بگم برارم اگه جلوی اینا رو گرفته میتونین گرفته بگیریم اگه نمیتونین که ما برم ادعا شرف خور بکنم جلو کیر بگیرم کی؟ میگی جلو اینا رو بگیریم جلو کیر بگیرم کی جلو کیر بگیریم؟ تو میگی آها خسار شما چیکار کرده خسارو؟ ماما نوروز آه کی گفتک به من؟ گفتک بگو ما چون گفتک بگو یا از من نگو ها عباس همسای ما گفتک من با باله بوم شیشته بیدم که میرفتم ما چون تانکر او کنم ما چون چکار کنم انا ماما نوروز اتاس باله بوم تاس سلاخ انا ایتا اوش توش میگیره ایتا مثلا سه کنیم ایتا مثلا بعد نانمه یعنی خسار من از پشت بوم خوب تا سرا شما پیش کده بعد دنانه تو وش کرده ایتا کرده ما چون ایتا زنگ زی ما چون چکار چه نانه ما مسخری از اینه ها نه خسار ما چرا می کارو بکنی کار اشتباهه که کارو میکنه حق خدا گفتم حق همسایه این چرا می کارو بکنه بازم مادر تو مثل مادر مونه چی فرق میکنه این بعد نباید می کارو میکنه این کار اشتباهه کی میکنه بابا بگو تو الان کتی گردن ما بند باشی اگه مال برم عرض کنم تو مال میبرم دیگه ادعا شرف خور بکنم های کار خوبینی های ده دفعه گیلک جمعه بزی بگفتم که کاکا خسرو اگه جوونی اگر زن می که جامعه برم پاتر بند کنم نه گفت من نمو من همون خوشی تو را چشما خو بیشتر باستم تو سه کان بعد حالی چه کار میکنه همین کار خوبی یکی میکنه خیر گیلک جو باشه ما خودی گپ میزنم نه جگه جامعه گپ نزنی که بعده ما و شما همسایه ایم ما بعده اشته بعد نی مردم چی میگه همسایه چی میگه اکشن تکو گیلک جو به پیش من کمی گپ بزدی به دیگه جای می گپ نزنی باشه ما خودی گپ میزنم خیر غمی نداره بفهمیدی من میفهمونم عباس کو و خیر ما عباس را مگه ببینم میفهمونم میگم جای دیگه گپ نزنین که بعده مردم برای ما میخنده بفهمیدی خوبه تو برو خلاصی بعد ما خودی گپ میزنم برو آرامه خوبه برو از جوونی تا به پیری از پیری دیگه تا کی همین خسار من کی باش که بفهمونه ای بیله پاک ابرو مار به پیشم یه همسایه بابا